سلام، وقت بخیر. با آموزش گیتار در خدمتتون هستیم. ابتدا باید یاد بگیریم که چجوری گیتار رو دستمون بگیریم. برای این کار اول روی یه صندلی بدون دسته میشینیم و به صورت صاف هم روی صندلی میشینیم. پای راستمون یه مقدار بعد بالاتر باشه، حالا یا میتونیم از زیرپایی استفاده کنیم یا اینکه پای راستمون رو روی پای چپمون بندازیم به این صورت یا به این صورت، فرقی نمیکنه. الان من از زیرپایی استفاده میکنم و پای راستم یه مقدار بلندتره. گیتاری که برمی‌داریم قسمت گودی گیتار بر روی رون پای راستمون باشه. به این صورت گیتار به شکممون نباید بچسبه، ولی قفس سینه‌مون رو یه مقدار جلو میاریم که به انتهای گیتار بچسبه. قسمتی که ساعد و بازو از هم جدا میشن، یعنی این قسمت دست بعد انتهای گیتار باشه و بازومون روی بدنه گیتار بشینه. گیتار وقتی دست میگیریم باید صاف باشه، نباید گیتار حالت سقوط به خودش بگیره یا رو به جلو باشه یا رو به عقب باشه، باید به صورت صاف باشه. این از طرز صحیح گرفتن گیتار. جلسات بعدی نحوه صحیح دست راست و چپ خدمتتون اعلام